امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 43 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم کردستان خوشه اثر آقای حسن کامکار رو با همدیگه کار کنیم و نوازندگیش رو با همدیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 43 یه قطعه دوچاره. پس ما با یه قطعه روبرو هستیم که میزانهاش دو ضربی هستن، یعنی توی هر میزان معادل دو تا نوت سیاه داریم. شمارشمون براش به صورت 1 و 2 و او میشه. و یه نکته جدیدی که توی این قطعه داریم اون علامت‌های سینویی هست که اول خط دوم و آخر قطعه گذاشته شده. این علامت‌ها رو البته قبلا هم شاید داشتیم ولی الان باز من توضیحش میدم و توضیحش اینه که این یه نوع علامت تکراره. معمولا دو جا میاد، به دومی که میرسیم باید برگردیم از اولی تکرار بکنیم. اینو زمانی استفاده میکنیم که ما داخل قطعه دولا خط تکرار دیگه‌ای داشتیم. یعنی مثلا از خط سوم میزان دوم ما یه دولا خط تکرار داریم که آخر خط سوم بسته شده که این قسمت باید تکرار بشه، یا در ادامه دو میزان آخر خط چهارم تا آخر قطعه یه دولا خط تکرار داره که این قسمت باید تکرار بشه. حالا وقتی میخواد تکرار رو ببر از پشت اون دولا خط تکرار، از یه جای بالاتر از قطعه دوباره تکرار کنه، خب چون نمیتونه از دولا خط تکرار استفاده بشه مجبوریم از یه علامت دیگه ای استفاده کنیم و اون علامت این علامت سینوه. پس دو جای این علامت میاد، به دومی که میرسیم باید برگردیم از اولی تکرار کنیم. پس در واقع ما قطعه رو با تمام تکراراش که اجرا کردیم به آخر که رسیدیم باید برگردیم از خط دوم کل این قسمت 4 خط رو تکرار بکنیم. نکته خاص دیگه من توی این قطعه نمیبینم. اگر نکته باشه در خلال قطعه که داریم با هم دیگه نوازندگیش رو کار میکنیم براتون توضیح میدم. بریم ببینیم که این قطعه به چه شکله. کل قطعه رو میتونیم جملاتش رو دو میزان قسمت بکنیم، یعنی دو تا میزان اول بشه یه جمله، دو تا میزان بعدی یه جمله، به همین شکل تا پایان میشه دو میزان روی این قطعه کار کرد. نوتامون چیه؟ اگه بخوایم دو میزان اول رو بخونیم، نوتامون هست سی دو، سی لا، سل لا، سی دو، این میزان اوله. میزان دوم هست سی فا. پس شد سی دو، سی لا، سل لا، سی دو، سی فا. اینو روی ساز اجرا بکنیم میشه سی دو، سی لا، سل لا، سی دو، سی فا. حالا میشماریمش. شمارش رو دیگه بلدید. دولا چنگا تو همه خورده ضرباش باید اجرا بشه. چنگا نصف ضربش میرسه و نوت سیاه یک ضرب کامل برای خودشه. یک و او دو و او، یک و او دو و او. بسیار عالی. دو میزان بعد، میزان سوم تکرار میزان اول هست، همون سی دو، سی لا، سل لا، سی دو، و میزان بعد یه دونه نوت سیه. در واقع انگار اون سی فای چنگ آخر حذف شده و به جاش سکوت قرار گرفته. پس همین دو میزان رو دوباره باید بزنیم و آخرش یه ضرب شماره 2 آخر رو سکوت میکنیم. اینو که زدیم کل خط دوباره باید تکرار بشه، یعنی خط اول باید 2 بار اجرا بشه. من خط اول رو، کل خط اول رو 2 بار براتون اجرا میکنم که متوجه بشید چطوریه. و او دو او و او یک او و او دو او و او یک او و او دو او و او یک او و او دو او و او. این از خط اول. میریم سراغ خط دوم. نوتامون چیه؟ فا یه ضرب، ر دو، ر می فا. پس شد فا ر دو ر می فا. با شمارش اینجا چطوری میشه؟ یک او برای چنگ اوله و او برای چنگ دوم. نوت بعد چنگ نقطه داره. این نقطه دار رو توی درس‌های قبل یاد گرفتیم. توی درس زرد ملیجه اینو حسابی روش کار کردیم.
ضرب شماره 2 او و میشه برای نوت چنگ نقطه دار و او میرسه به نوت دو لا چنگ. پس این یک میزان اول خط دوم میشه یک و او دو او و او میخوره روی نوت دو لا چنگ و بلا فاصله این میچسبه به میزان بعد. پس شد یک و او دو او و او یک و او دو او و او یک و او دو او و او یک و او دو او و او. من اینو 2 بار اجرا کردم چون که بعد از این 2 میزان علامت تکرار 2 میزان داشتیم. من با تکرارش براتون اجرا کردم. 2 میزان بعد 2 میزان آخر خط دوم نوتامون هست فای زرد، فای پشت خرک، می ره دو. پس شد فا می می ره دو. میشماریمش. شمارشش مثل 2 میزان قبله. یک و او دو او و او یک و او دو او و او. یه بار دیگه میزنم. یک و او دو او و او یک و او دو او و او. میریم سراغ خط سوم 2 میزان اول که این عبارت رو کامل میکنه. یه نوت میاد پایین تر فای زرد و بعد میریم می ره دو سی. پس میشه فا می ره دو سی. میشماریمش میشه یک و او دو او و او یک و او دو او و او. این جمله کامل شد. من برای اینکه اینو خوب درکش بکنید از اول خط دوم تا اینجا رو میزنم براتون. یک و او دو او و او یک و او دو او و او. تکرار. او یک و او دو او و 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 او. این شد یک عبارت. میریم سراغ قسمت بعد. 4 میزان آخر خط سوم باز دوباره یه عبارته که اینو 2 میزان یادش میگیریم. نوتامون هست سی لا سول فا. پس میزنیم به راست چپش هم دقت میکنیم. 2 تا راست چپ سی لا سول فا. میشماریمش یک و او دو او و او یک و او دو او و او. 2 میزان آخر خط سوم یه سری جفت داریم. اینجا یه نکته مهم داریم. جفتامون چه نوتی هستن؟ سی و ره. سی و ره رو قرار جفت بزنیم که رو سر هم دیگه، یعنی سی و ره سفید قرار جفت زده بشن. حالا این جفت رو ما هم میتونیم به این شکل بزنیم، یعنی دست راست پایین باشه، هم میتونیم به این شکل بزنیم. اینجا مهمه که باید ببینیم که به چه شکل باید اجرا بشه. نوت به ما چی گفته؟ بالای این جفت اگه نگاه کنید یه 8 و یه 7 گذاشته، یعنی داره میگه بالایی رو با دست راست بزن، پایینی رو با دست چپ بزن. پس توی این حالتی که اینجا داریم دست راست باید ره رو بزنه، دست چپ باید سی رو بزنه. ولی تو حالت کلی اگر چیزی مشخص نکرده باشه برعکس اینه، یعنی تو حالتی که چیزی به ما نگفته، درست مثلا اون 2 تا نوت آخر که جفت 2 و 30 هست، چیزی به ما نگفته، پس پایینی رو با راست میزنیم. غیر از این هم نمیشه، یعنی ما دستمون رو نمیتونیم رو هم بچرخونیم اونجوری بزنیم. ولی وقتی چیزی برامون مشخص نکرده باشه دست راست پایینی رو میزنه. ولی اینجا چون میخواد دست راست بالا باشه با 7 و 8 برامون مشخصش کرده. پس دست راست روی ر، دست چپ روی سی. نوت اول سیاه یک و او برای خودشه. 2 تای بعدی 2 تا چنگن، 2 او برای یکی و او برای اون یکی. پس میشه یک و او دو او و او. میزان بعد جفت 2 و 30 زرد و سفید. یک و او دو او و او. پس این 2 میزان شد یک و او دو او و او یک و او دو او و او. این قسمت من اجرا میکنم 4 تا میزان آخر خط سوم. یک و او دو او و او یک و او دو او و یک و او دو و یک و او دو و او. تکرار. میریم سراغ خط چهارم. نوتامون هست می فا می فا، بعد یه نوت میاد پایین تر ره می، ادامهش باز یه نوت پایین تر دو ره سی. اوکی، پس حواسمون به این نکته هم باشه که فایی که روی خط پنجم نوشته میشه
همیشه پشت خرک میخوره، فقط زمانی خرک نهم میخوره که بالاش 9 نوشته باشه مثل اینجا. پس اینجا باید فا رو خرک نهم بزنیم. می فا می فا ر می دو ره سی. می فا می فا ر می دو ره سی. میشماریمش. یک و او دو او و او یک و او دو او و او. به همین سادگی. میریم سراغ دو میزان بعد، دو میزان آخر خط چهارم. نوتامون هست سی 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 لا سل 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 فا. پس میشه سی 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 لا سل 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 فا. میشماریمش. یک و او دو او و او یک و او دو او و او. و دو میزان آخر که جمله رو کامل میکنه مثل آخر خط سوم نوت سی و ره. دقت کنید راست چپ نذاشته ولی مثل بالا میزنیم، یعنی دست راست بالا. و او دو او و او یک او و او دو او و او. و یه دولا خط تکرار که برمیگرده از اون دو میزان آخر خط چهارم قسمت رو تکرار میکنیم. بعد که تکرار کردیم برمیگردیم از خط دوم کل اون قسمت رو دوباره تکرار میکنیم. این کل قطعه هست. قطعه سختی نیست ولی قطعه زیباییه. تمرینش بکنید، اجرا کردنش خالی از لطف نیست. بسیار عالی. من یه دور از اول تا آخر براتون اجراش میکنم که بشنوید که شما باید چطوری اینو آماده بکنید و چه صدایی باید سازتون بده. و او دو او و او یک او 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 و او دو او و او دو او و او یک او و او دو او و او. تکرار میشه دو میزان. یک و او دو او و او یک او و او دو او و او یک و او دو او و او یک او و او دو و او. به این شکل. نکته آخر اجرا کردن این قطعه با مترونوم هست. خب برای اجرای قطعه با مترونوم رو دو ضربی تنظیم می‌کنیم. سرعت قطعه رو هم که گفته 66. یک و او دو او و او 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 یک و او دو او و او. و بعد یه تکرار کلی داره که دیگه تکرار کلیشو من براتون اجرا نکردم.
اینو اگر به صورت حرفه‌ای‌تر بخوایم بزنیم، یکم بهش تکنیک اضافه کنیم، وقتی اینجوری میشه. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.